بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. خسرو مترجمی هستم. امروزها همه از تیوی باکس صحبت میکنن. تیوی باکس چی هستش؟ برای چی مردم از تیوی باکس استفاده میکنند؟ در بیشتر از خونه ایرانی که شما نگاه میکنید، هر کسی توی خونش یک تیوی باکس گذاشته. تیوی باکس دستگاه هستش که بدون استفاده از دیش و رسیور شما میتونید که برنامه ماهواره رو دریافت بکنید. دستگاه بسیار کوچیک هستش. دستگاهی هستش که بی دردسر و قابل حمل و نقل. دستگاهی که شما مشاهده میکنید تیوی باکس بهش میگن. دارای یک ریموت کنترل خیلی کوچیک و کم حجم و چیزی که فقط برای این دستگاه لازم دارید یک خط سریع اینترنت هستش. در ظرف 30 ثانیه شما میتونید که تمام برنامه‌های ماهواره‌ای که شما اون امکانات رو نداشتید به خاطر اینکه اجازه بهتون نمیدن دیش رسیور بذارید یا اینکه دید رو نداشت ساختمون شما با داشتن یک دستگاه بسیار کوچیک شما میتونید که مشکل خودتون حل بکنید.